بابک با این پتکای کوبنده تحریمی که تو این هفته خامنه‌ای نوشیجان کرد، بعید میدونم حالاها از این گیجی در بیاد. بله، الان گاو گیجه تو نظام ولایت تبدیل به اپیدمی شده. در اولین اقدامم رئیس جمهور جدیدش رفت نزد مقام عظما و کلی پاچه خاری کرد. ببینیم اینو. نه از همه گیجتر اینه، یعنی از همه گیجتر به خدا این رئیس جمهور نورسیده است. اول باید از مقام معظم رهبری تشکر کنیم که قطعا اگر ایشون نبود من تصور نمی کنم به این راحتی از این صندوق ها اسم ما در می اومد. این هدایتی بود که رهبری داشتم. تو همه جای دنیا طرف که انتخاب میشه میره از اونایی که بهش رأی دادن تشکر میکنه. این چرا خامنه‌ای تشکر کرد؟ از کی تشکر کنه؟ مردم که اساسا شرکت نکردن که رأی بدن. خب باید بره از خامنه‌ای تشکر کنه دیگه. بابا تو این نظام انتخابات سیرک مضحکه است. خامنه‌ای هم که اومد رأی دور اول و دوم و انتخابات‌های قبلی رو با هم جمع کرد، شد 51 عدد 55 میلیونی داد و گفتش که خیلی خوب بوده. درسته؟ حالا میخوام بگیم چرا مضحکه است؟ بیا اینا سندش. تو یکی از این مراکز تحت ارتش تحت امر خامنه‌ای رفتن رأی‌گیری کردن، حوزه بردن رأی بدن. تعداد واجدین شرایط 1986 نفر بوده، یعنی تعداد رأیی که گرفتن. شمارش کردن شده 2150. 2150 1966 بزرگتره دیگه. تو همه جای دنیا جز تو رژیم. این فقط یه نمونه است. یعنی اونایی که رأی دادن بیشتر از واجدین شرایط بودن. دیگه تو خودت تا آخرش برو بخون دیگه. آخه ما نفهمیدیم پس خامنه‌ای بر اساس چه منبعی این 55 میلیون رو در آورد؟ بر اساس منبع موثق که اینم عکسش. بله اینم منبع موثق. پس با این حساب خیلی عجیبه. آره، پس با این حساب این پزشکیان از رئیس جمهور نه رئیسشو داره نه جمهورشو، چون رئیسش که خامنه‌ایه، جمهورش هم خامنه‌ایه. بله. تو رژیم از این کارا زیاد میکنن، جدید نیست. ببین اصلا تو این رژیم از موقعی که قدم منحوسش گذاشته تو ایران، عسل درست میکنن بدون دخالت زنبور، آب میوه تولید میکنن بدون دخالت میوه، رب درست میکنن بدون گوجه فرنگی. الان هم انتخابات برگزار کردن بدون دخالت مردم، صندوق گذاشتن، خودشون هم رأی دادن، خودشون هم رأی در آوردن، خودشون هم رئیسشون انتخاب کردن. خودگویی و خودخندی، عجب مردم هنرمند. هر خبر یک نظر بشنوید در کامنت. حالا این وسط یه مشت از این اصلاحاتی ها و نوچه های اصلاحاتی ها میخوان برای این مهره دست دوم و این رئیس جمهور هیچی ندار رژیم یه چیزی دست و پا کنن. مثلا اینو مثلا نگاه کن، نوشته پزشکیان با مدرک فوق تخصص با سوادترین رئیس جمهور تاریخ جهانه. بله. اصلا یه چیزی بگم، تو این رژیم هر کسی که کارگزار میشه فوق تخصص، همون روزی که کارگزار میشه، یه سریشون که اصلا دکتر به دنیا اومدن، اصلا همین که متولد شدن دکتر کنار فامیلیشون بوده. ببین البته بدشانسیشون چیه؟ نه که اصل ارتباطات و دیجیتاله با یه سرچ زدن همه اینا مشخص میشه. بریم یه سرچ بزنیم تو همین سیستم نظام پزشکی اینا، ببینیم این داستان فوق تخصص این رئیس جمهور نورسیده چیه. با همین سرچ رو نگاه کنیم. جراحی قلب و عروق. حالا سرچ کنیم ببینیم میاردش یا نه. تعداد 0 نتیجه برای نام مسعود، نام خانوادگی پزشکیان، رشته تخصص جراحی قلب و عروق نیاورد. چجوریه؟ ایشون مگه نمیگه من فوق تخصص جراحی قلبم؟ پس چرا اسمش اینجا نیست؟ حالا بزنیم مسعود پزشکیان ببینیم شاید حالا رشتهش یه چیز دیگه باشه. رشته رو خالی می‌ذاریم، فقط اسمش می‌ذاریم. مسعود پزشکیان. جستجو مسعود پزشکیان، شماره نظام پزشکی 24629، تخصص جراحی عمومی، فوق تخصص هم نداره، تخصص جراحی عمومی داره. حالا یه نفر دیگه اومده گفته باشه آقا گیرم اصلا فوق تخصصش کشک، زبان انگلیسی چو چی میگی؟ زبان انگلیسیش یکی دیگه اصلا سرچ کردن هم نمیخواد. تو مناظره هاش رو نگاه کن دیگه، سطح زبان انگلیسیش هم میفهمی. نگاه کن. ما یک به اصطلاح ایندیویدوال کپاسیتی داریم، یک سوشال کپاسیتی، یک ارگانیزیشنال کپاسیتی. ارگانیزیشنال کپاسیتی اینه که کلاس اول این چه قرار بود راه رئیسی رو ادامه بده، چرا داره راه امیر عبداللهیان رو ادامه میده؟ اصلا
امیر عبداللهیان نیاز نداره کسی راهش رو ادامه بده، خودش از تو جهنم مستقیما داره توییت میزنه. اصلا این مسئولین شبکه ایکس گفتن بابا این اکانت کتلت شده، از کجا پست میذاره، حسابش دست کیه؟ عجب، ولی معلومه شبکه ایکس تو جهنم فیلتر نیست، اما آخوندا فیلترش کرد. معلومه اونجا هنوز خمینی حاکمیت رو یه دست نکرده تو جهنم فیلتر کنه. اما گفتی فیلتر، یادت این پزشکیان چه شلتاق بلتاق میکرد سر فیلترینگ و فلان؟ البته مشکلش چی بود اگه گفتی؟ VPN. آها، میگفت این پولو چرا با هم تقسیم نمی‌کنیم؟ میگفت فیلتر چیز خوبیه، مواقع اعتراضات باید فیلتر کرد، مواقع اعتصابات همه جای دنیا میکنن، فقط این پوله چرا به ما نرسیده؟ حالا همین ادعای نصف و نیمه هم که کرد، حتی نگفت فیلترینگو ور میدارم، گفت چرا VPN پولاش جیب ما نمیره، رو بعد اینکه انتخاب شد که از نوچه‌هاش اومد تو تلویزیون زیرش زد، گفت اصلا قرار نبوده فیلترینگو برداریم. نگاه کن. در طول انتخابات آقای دکتر پزشکیان در تمام ادوار مختلف انتخابات ریاست جمهوری شاید به شخص بگو اولین فردی باشه که هیچ وعده‌ای رو صراحتاً نداد به مردم، ولو حتی فیلتر شکن. ایشون در رابطه با این مسئله دغدغه داره، اما چون میداند که این سیکل ممکن است با افرادی در ارتباط باشه، با افرادی آقای فیض شما تکذیب کردین. چیو؟ نه نه من اصلا تکذیب نمی‌کنم. من خدمت شما دارم صراحتاً عرض می‌کنم ایشون در رابطه با مسئله فیلترینگ دغدغه داره و حتما در جهت رفع این موضوع آقا بارها تو مناظرات تلاش میکنه، ولی ایشون صراحتا نگفت که من حتما این کار رو انجام میدم. میذاش 2 روز میگذشت بعد دب به در می آورد. تو خود رژیم الان دم گرفتن برای پزشکیان که تو خرشانسترین رئیس جمهور رژیمی، چون وعده اقتصادی که ندادی، نگفتی رشد اقتصاد 8% میکنم، هیچ اقدام قابل توجه هم تو برنامه هم نداره. برنامه هم که هر جا که نشست گفتن برنامه برای چه، من که متخصص نیستم. با این وجود از صندوق پرید بیرون. بهش میگن خرشانسترین رئیس جمهور نظام. هر خبر یک نظر بشنوید در کامنت. خب حالا همین پزشکیان که میگفت تخصص ندارم و کارشناس نیستم و برنامه هم ندارم، بالاخره خط قرمزی داره یا نه؟ خط قرمز که حتما داره. چه خط قرمزی؟ خط قرمز جیگری تند که اصلا با چشم بدون ماسک جوشکاری نمیتونی نگاش کنی. نگاه کن. سوالم اینه، شما در انتخابات همکارانتون در دولت خط قرمز دارید یا نه؟ خط قرمزتون چیه؟ خط قرمز که خیلی روشنه، هر کی با سیاست‌های کلی که مقام معظم تطابق نداشته باشه و نخواد اون سیاست اجرا کنه میشه خط قرمز. ببین مهران، اگه این خط قرمز رو نمیگفت عظما چنان میزد پس کله این که خط ترمزش که کاملا قرمز میشد 30 متر هم کش میومد. خط ترمزش میشد خط قرمز. خط ترمزش میشد خط هر خبر یک نظر بشنوید در کامنت. خب حالا بعد از همه این داستانا سوال اینه که این وسط چی عوض شد؟ به اومدی سر اصل مطلب. سوال به اصطلاح خود رژیمیا راهبردی، عمق راهبردی. جوابش هم باید از عمق راهبردی بدم. منتها تو این در کادر من تخصص من نیست، جوابش از قول یکی از این سینه چاک‌های خود پزشکیان بدم که خیلی تو این دوران انتخابات از این باند اصلاحاتچی‌ها که برای پزشکیان سینه چاک کرد. نوشته، بذار از روش بخونم که امانتداری کنم تو این کلمات. نوشته انتخابات پایان یافت. قالیباف برگشت به ریاست مجلس، زاکانی به کرسی شهرداری پایتخت، قاضیزاده هاشمی به بنیاد شهید، حجاببانها به سر کارشان، جلیلی همچنان مسون در سایه، گویا نه صدای مشارکت کنندگان در انتخابات شنیده می شود و نه پیام تحریم کنندگان. اینجا دموکراسی چیزی بیشتر از یک شوخی نیست. البته صدای مشارکت کنندگان که صدا نبود و ناله بود، اما صدای تحریم کنندگان شنیده شد. اون فریادی بود که از اون ور بیت العنکبوت پاره شد اصلا. اومد اعتراف کرد. اما خب اینا که همون چیزایی بود که بود و هست. در عمل چی عوض شد؟ بله اینهاش. در عمل هم نگاه کن. در اقدامی بی سابقه شبکه اول سیما 10 شب سخنرانی سید علی خمینی، یعنی نوه خمینی ملعون، رو میخواد به مناسبت محرم پخش کنه. یعنی قرار از فضای صدا و سیما عوض بشه. نه بابا این دیگه عوض شدن فضا نیست که این کن فیکون شدنه. یعنی
از قیافه های منحوس آخوند ماندگاری و آخوند پناهی، البته اونا هم هنوز هستن، منتقل بشیم به قیافه منحوس سید حسن خمینی، سید علی خمینی. پس صدا و سیما همون صدا و سیمای الدنگ است. یعنی تلویزیونی که قرار عوض شدنش این باشه، همون صدا و سیمای الدنگ، ننگ ما، ننگ ما. پشم و شیشه ولایی. هر خبر یک نظر بشنوید در کامنت. خب بابک، این هفته میخوایم به جای کامنت کلامی یه کامنت تصویری داشته باشیم. چالش جدید. یعنی من یه جمله میگم، تو به جای اینکه در کلام کامنت بگی با تصویر یه کامنتی ارائه بدی. یعنی از یه جمله من ناامید شدی؟ اون هست؟ نه اونم هست. ولی نگاه کن، یک جمله من میگم: انتخابات در نظام ولایت فقیه. خوشبختانه سوالت ساده بود، اصلا نیازی نیست من برم برای این یه کامنت تصویری تولید کنم. این کار رو وودی آلن هنرپیشه و کارگردان بزرگ سینما در سالهای قبل در یکی از فیلمهاش انجام داده و به طرز عجیبی منطبق با سیستم رأیگیری و انتخابات در این حاکمیت پلید آخوندی. با هم نگاه کنیم. شما اینجا چیکار دارید؟ اومدیم بانکو بزنیم. ما میخوایم بانکو بزنیم. نه متاسفم، ما میخوایم بانکو بزنیم. نه ما زودتر اومدیم. شما فردا بیاین تا اون موقع کار ما تموم شده. ما چند ماه داریم نقشه میکشیم، نمیذاریم یه مش احمق خرابش کنن. اصلا رأی میگیریم. کیا موافقن این آقایون بانکو بزنن؟ حالا کیا میخوان بانکو ما بزنیم؟ حالا بهتم هر خبر یک نظر بشنوید در کامنت. ما که قطار سریع و سیر رئیسی رو گذاشتیم کنار. واقعا گذاشتیم کنار. آره دیگه گذاشتیم کنار. ولی قبول داری بابک که الان آخوند رئیسی تو جهنم از این وضعیتی که برای این رژیم پیش اومده و این رئیس جمهور و این نمایش انتخابات الان چه حالیه، الان چی میگه؟ اتفاقا این موضوعی گفتی که رئیسی الان چیکار میکنه، این موضوع یکی از شعرها، یکی از طنزپردازاست که من اگه اجازه بدی بخونم این شعر رو، چون تمام این اصطلاحات لغت‌های خاص رئیسی رو در این شعر از زبون رئیسی. این هلیکوپتر مرا مرحوم کرد، فاقد پا و سر و حلقوم کرد. خیلی به حلقوم علاقه داشت. حلقوم مقام عظما. چون لوکوموتیر آن شد انفجار، منفجر گشتیم ما پیش از نهار. خیلی دغدغه نهار داشت، یا میگفت نهار خوردید یا میخورید. برق آن چندین مگاباتا شدی، مرد و آخر نفهمید که واحد برق مگاواته، مگاباتا نیست. تا که مشت مشتبه هم وا شدی، روز اول پرپکان کردی مرا، مرد جزغاله شد آخر یاد نگرفت، اصلش پروپاگانداست. آخرش آنگوزمان کردی مرا، همون جنازه بود کوچولوی معلوم نشد جنازه چی بود، چوب بود، درخت بود آوردن. اینم وضعیت رئیسی. هر خبر یک نظر بشنوید در کامنت. ممنون که با ما همراه بودید. امیدواریم که کامنت این هفته مورد توجهتون قرار گرفته باشه و تا دیدار بعد خدا نگهدار. خدا یار و نگهدار.